سری قبل که آرمور 26 اولترا رو معرفی کردیم یه عده اومدن گفتن آقا این که خیلی گرونه قیمتش، یه عده دیگه گفتن آقا این که خیلی سنگینه برای حملش باید فرغون اجاره کنی، یه عده هم گفتن اینو که اصلا چینیه اصلا به درد نمیخوره. حالا من به درخواست شماهای عزیز خوشپسند رفتم گشتم کوها و دریاها رو سپری کردم تا رسیدم به گوشی اسپانیایی. این دفعه فکر کنم بهونه ای نداشته باشید چون اکثرتون شرکت دوجی رو میشناسید. این مدل دوجی اس ام مینی هستش، یه گوشی با حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت به اضافه 7 گیگابایت رم مجازی. یه شارژر 18 وات همراهشه بدون کابل. باتریش 3000 میلی آمپره و دوربین اصلیش 50 مگاپیکسله. اینم کیفیت عکساشه. وزن این مدل فقط 156 گرمه، اندازه یه پر قو. حالا یکم بیشتر. از ضد آب و ضد ضربه بودنش هم که اصلا نگم براتون. پشتی هم یه نمایشگر داره که فکر کنم به درد بخوره.